به نام خداوند جان آفرین. غزل شماره 15 از دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری. سحرگاهی شدم سوی خرابات، که رندان را کنم دعوت به طامات. عصا اندر کف و سجاده بر دوش، که هستم زاهدی صاحب کرامات. خراباتی مرا گفتا که ای شیخ، بگو تا خود چه کار است از مهمات. بدو گفتم که کارم توبه توست، اگر توبه کنی یابی مراعات. مرا گفتا برو ای زاهد خشک، که تر گردی ز دردی خرابات. اگر یک قطره دردی بر تو ریزم، ز مسجد باز مانی وز مناجات. برو مفروش زهد و خودنمایی، که نه زهدت خرند اینجا نه طامات. کسی را اوفتد بر روی این رنگ، که در کعبه کند بت را مراعات. بگفتین و یکی دردی به من داد، خرف شد عقلم و رست از خرافات. چو من فانی شدم از جان کهنه، مرا افتاد با جانان ملاقات. چو از فرعون هستی باز رستم، چو موسی می شدم هر دم به میقات. چو خود را یافتم بالای کونین، چو دیدم خویشتن را آن مقامات. برآمد آفتابی از وجودم، درون من برون شد از سماوات. بدو گفتم که ای داننده راز، بگو تا کی رسم در قرب آن ذات. مرا گفتا که ای مغرور غافل، رسد هرگز کسی هیهات هیهات. بسی بازی ببینی از پس و پیش، ولی آخر فرو مانی به شهمات. همه ذرات عالم مست عشقند، فرو مانده میان نفی و اثبات. در آن موضع که تابد نور خورشید، نه موجود و نه معدوم است ذرات. چه میگویی تو ای عطار آخر، که داند این رموز و این اشارات؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.